مشتریان شرکت پشته تاجیک در تاجیکستان اکنون امکان پیدا میکنند که در کجا بودن مراسلات خود را از طریق آنلاین پیگیری کنند. آینده نقشه داریم که سایت خود رو کشیم دیگه، مثلا در پشته بین المللی ندار آمده، فقط سایت پشته تاجیک در آمده میبینن که مراسلات پشتهشون در کدام جا جایگیر است. اتحادی بین المللی پشت مقرش در شویتزاریا آخر ماه ینور به پشته تاجیک 24 بسته تجهیزات شناخت الکترونی مکتوب و مراسلات را تحفه کرد که خدمت رسانی را به مرحله نو وارد کرد. اینجا به سمینارها می شود. مثلا اینجا هست همه تجهیزات که تامین کرده است. این اسکن اشتراک کد، میکروفون، اینترنت، یاش معلوم سیستم با کامera، مثلا چیزی که از طرف ما اینجا در چیزا میشینن، اپراتورها همش میشینن، اینجا از طرف شویتزاریا پیوست میشیم یا کدام طرف دنیایی که نباشد فرق نداره. خاطر ما میخوان مثلا همکاری کنن، اینجا پیوست میشن، ما اینجا پیوست سمینارها با وقوع میآید، درس های علمی برگزار میگردد در اینجا. نصب تجهیزات نو از یک سو اگر خدمات زمانوی را به مشتریان امکان پذیر کرده باشد، از سوی دیگر کار زحمت طلبی تقسیمات مکتوب ها را آسان کرده است. ما پیش دستی می نویساندیم، دستی کار میکردیم، حاضر به این سیستم میکنیم. همین خیلی آسان شد کار به ما. اول ما را یاد دادن، بعد ما خیلی مدتی 20-25 روز ما یاد گرفته میدن. در بازار مراسلات و خطکشانی شرکت پشته تاجیک در تاجیکستان تنها نیست. در خطر او شرکت‌های بین‌المللی خطکشانی مثل DHL، UPS، TNT و حتی روسکی کوریر نیز فعال هستند. بنابراین شرکت پشته تاجیک حالا تلاش دارد سطح خدمت رسانی‌اش را به این شرکت‌های بین‌المللی مطابق سازد تا مشتریان خود را از دست ندهد. نسبت به آنها ما خیلی ارزان‌تر، 50% خیلی ارزان‌تر هستیم. برای این قدر تستر هم در مدت تیز میرسد، هم ارزان. ما از تاجیکستان به دیگر دولت‌ها میتوانیم دولت‌های اسنگ در مدت 5-6 روزی کوری میرسد. از اون دولت‌ها هم میخیل 5-6 روزی کوری، دولت‌هایی که اروپا در مدت 10 روزی کوری، 8-10 روزی کوری، از اون طرف هم میخیل میرسد. مثلا رسید از 1 گرم تا 500 گرم 202 سوم. اگر 1 کیلو که شد بود ایلوه میشد تقریبا 50-60 سومون دیگه ایلوه میشد. شرکت پشته تاجیک بعد از پس سر کردن یک دوران پرشور با پاش خوردن اتحاد شوروی شمار بسیاری از مشتریانش را از دست داده بود. از یک سو پیدا شدن تکنولوژی‌های جدید مثل اینترنت و تلفن ضرورت مکتوب نوشتن را از بین برد و از سوی دیگر فعالیت شرکت‌های بین‌المللی جای این شرکت را در بازار تا اندازه تن کرده بودند. این است که بسیاری از ساکنان پایتخت در باره فعالیت پشته تاجیک معلومات ندارند و میگویند نمیدانند که اصلا پشته فعالیت میکند و یا نه. پول هم به واسطه پشته میگرفتیم و همین تلفن نبود، هم مکتوب هم قطعی پشته میگرفتیم. خارجی پشته بسیار استفاده میبرند، لیکن حاضر مود نه خیلی. اگر گویم که تماما پشته وجود ندارد، اینم خطا نمیکنم. شرکت دولتی پشته تاجیک در کل قلمرو جمهوری 471 شعبه داشته در سال گذشته 743 تن مکتوب و مراسلات را انتقال داده است. مسئولان این شرکت امیدوارند با وارد شدن تجهیزات نو حجم بارکشانی و مشتریانشان بیشتر شود.